وای من حالا با اینو چجور تمیزش کنم؟ من تمیزش میکنم. شما مگه مثل این رفیقمون نمیدونین چجوری باید کیستون رو تمیز کنید؟ یا اگه تنبلید رو میگید اصلا چرا باید این کیس رو تمیز کنم، باید بهتون بگم که خاک سم‌ترین حالت ممکن واسه قطعات الکترونیکیه، چون عمرشون رو میاره پایین‌تر، کارایی سیستم رو به حداقل میرسونه، خیلی جام کیس رو از کار میندازه. پس بهتره هر 6 ماه یک بار کیسمون رو تمیز کنیم. برای تمیز کردن همچین کیسی من ایده خیلی خوب دارم، اونم اینه که یک سطل آشغال بزرگ رو پیدا کنیم بندازیمش داخلش. میدونم شوخی جالبی نبود اما بپذیرید. اما کاری که باید توی مرحله اول کنیم اینه که کیسمون رو از برق جدا کنیم. بعدش دو تا پنل کناری رو جدا کنیم و بپردازیم به همه قطعاتی که داخل کیس هستن. بهتر این کار رو توی ایدئال ترین حالت ممکن یه متخصص واسهتون انجام بده تا بعداً توی دردسر نیفتید. اما اگر دارین توی خونه این کار رو انجام میدید، بهتره بهتون بگم که هر آن چیزی که میتونید جدا کنید و بعداً بذارید سر جاش رو از داخل کیستون جدا کنید و تمیزش کنید که در ادامه بهتون میگم چجوری تمیزش کنید تا شما به دردسر نیفتید. بعد از این کار شروع کنید به تمیز کردن قطعات و بدنه کیس. بهترین تمیز کننده واسه این کار اسپری خشک قطعات کامپیوتریه که مخصوص این کاره. اگر این اسپری رو ندارید، تو خدا هر شوینده و تمیز کننده ای رو به سیستم و بردتون نزنید، چون هم ممکنه رنگ کیس رو از بین ببره یا واسه مادربردتون مضر باشه. اگر اسپری خشک ندارید، پیشنهاد من به شما الکل رقیق شده یا شیشه پاک کنه که اونم بهتر به یک دستمال بدون پرز بزنید و اون رو به آرامی روی قطعات بکشید. واسه تمیز کردن کلی گرد و غبار داخل کیس هم بهتر از بلوور یا اسپری فشار هوا داخل این باید می‌زدید. خب خدافظ. استفاده کنید. واسه پاک کردن پورت‌ها و شیارهای کوچیک هم بهتر از گوش پاک‌کن یا مسواک استفاده کنید. واسه تمیز کردن فنا هم بهتر پره‌های اون رو نگه دارید و بعد روی اون باد بگیرید. اگر به خوبی تمیز نشدن، یه لایه پارچه بردارید و به آرومی روی اون بکشید تا تمیز بشن. اگر هم می‌خواید خنک کننده سی پی یوتون رو تمیز کنید، اون رو جدا کنید، خمیر سیلیکون قبلی رو پاک کنید و خمیر سیلیکون جدید رو تزریق کنید. آخر کارم همه قطعاتی که جدا کردین رو دوباره سوار کنید و از نتیجه کار لذتش رو ببرید. همینجوری یه لولو رو به هلو تبدیل کردیم. راستی اگر اسپری خشک می‌خوای خمیر سیلیکون، میتونی از شهر تکنولوژی فافا خریداری کنی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره تا یه دیدار دیگه. خدا نگهدار.